سلام، من پنجشنبه و عزیزمو هستم و ایشان محمدعطاخان و کبریو. ما خوانندگان صنف دهمی مؤسسه تعلیمی رقمی 21 به نام ابراهیم اسماعیلوی نایه اشکاشیم از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشیم. بسیاری آدمان میگویند که از پی خبرهای نو شدن اونقدر کاری خوب نیست، اما ما در این کارمون موفق شدیم. ما توانستیم در یک مدت کوتاه آزادانه با زبان انگلیسی صحبت نماییم. تمام آموزندگان زبانهای خارجی هنگام آموختن زبانها سر راهشان هر گونه مشکلی و مانع به وجود می آید که آنها نمی توانند آزادانه با زبانهای خارجی صحبت نمایند. این مشکلی درمانی بود که امروز دوای خود را پیدا کرد و درمانگر این دوا کتابی ونبوک است. ما خوانندگان کورس ماه پنجم هستیم و می توانیم آزادانه با زبان انگلیسی صحبت نماییم. Isn't it the same, Kibriyo? Yes, OneBook is one of the best ways to learn English and communicate freely. As you and I were able to talk in English freely with the help of this book. Oh, you are right. This book improved our conversation. Learning English is very good because this language is a language of modern technology. You and I often talk in English. It is nice to talk to you in this language and express your ocean, Kibriyo. Yes, my friend. In effect, OneBook is the best. The name is not OneBook for nothing. It's actually the only one. Before I know about OneBook, I tried a lot of ways to learn English, but those ways were very boring, difficult, and required a lot of time. Since I picked up OneBook and started learning English with OneBook, English language became very easy and interesting for me. I spent only 2 hours a day with OneBook, but during these 5 months of using OneBook, I can already speak in English without any problems. Oh wow, your word is very good. In every speech, the leader of the nation, Imam Ali Rahman, emphasizes language is one invaluable gift of human life. So what do we recommend for our peers? I recommend this book to everyone who wants to learn English. Believe us, it's really the best and easiest ways to learn English. Pick up OneBook and let's talk in English in 6 months. It's very good. Yes. چنانه که شما از صحبت ما پی بردید، ما می توانیم آزادانه و بی یگان مشکلی و مانع با زبان انگلیسی صحبت نماییم و بیانگر این همه گفته های ما کتاب ونبوک است و این یکی از کتاب های به همتاست و بیهوده نام وی را یک کتاب نگفتند و ما به تمام همسالان، نورسان و خودآموزانی که برای خودآموز کردن و آموختن زبانهای خارجی هستند کتاب ونبوک را توصیه میدیم که این یکی از کتاب‌های بهترین با اصول اینوواسیونی و به ازیاد کردن لغت و گراماتیکا در یک مدت کوتاه در طول 6 ماه می توانید آزادانه صحبت نمایید و به شخصیتی که چنین ایده بهترین را پیشنهاد آموزندگان زبانها کرده است تشکر زیاد میگوییم و در کارهای منبع کتاب ونبوک و کمپانی ونبوک بردباری ها را تمنا داریم و چنانه که ما قید نمودیم ما باید همیشه از پی علم و دانش باشیم و دائما از پی آموختن زبان ها باشیم تا توانیم دانش خود را مکمل کرده و آن را صیقل دهیم. چنانه که یکی از ادیبان بزرگ روس میگوید که وقتی که من رمان لیو نیکولایویچ تولستوی جنگ و صلح را خواندم من اکنون فهمیدم که آهنین هستم. من به خلاصه آمدم که کتاب ها آدم را دنداناگذر می کنند. پس روحیه ما، باطین ما، شعور ما امروز رویینتن است. ما از این خلاصه های بزرگانمان گفته می توانیم که ما نیز باید همیشه رو به کتاب و کتابخانه آوریم و همیشه زبانها را از خود کنیم تا توانیم که کتابهای بهترین دنیا را با زبانهای مختلف از جمله با زبان روسی و زبان انگلیسی ازبر نموده
ва донишамонро сайқал диҳем. Thank you Thank you, so Amma. much.